سلام علیکم. علیک السلام. خوبی شما؟ ارادت. من متولد گلپایگان هستم. شوخی رفتم تو زمین مدیریت که کیف کردم، خوش گذشتش بهم. 5 سال نماینده وزارت اقتصاد آلمانی بودم در کل ایران. بتهوون، کلیسا. کلیساها توی آلمان یه هویت عمیقی دارن. خیلی از قانونهای آلمان بر اساس دین مسیحیت هستش. ساختار اجتماعی آلمان خیلی وابسته است به کلیسا. مثلا شما بخوای انجمن بزنی تو آلمان باید 7 تا عضو داشته باشی. قدیما راشو مینداختن واسه 7 تا مسیحی باشن که یک کلیسا بتونن شکل بدن. اجاره نشینی در آلمان. اجاره نشینی در آلمان خیلی فرق میکنه تا اجاره نشینی تو ایران. اجاره نشینی تو آلمان خیلی چیز معصومیه. اصلا همین اجاره نشینن. خونه هم کسی داشته باشه به عنوان سرمایه گذاری میبینه. خیلی مثلا 16 سال 20 سال تو همون ساختمون میمونن. یعنی یه جا اجاره میکنی، ثبات داره، میمونی و حالا مثلا خیلی باید چیز خاصی باشه که مجبور بشی عوض بکنی یا خودت بخوای عوض بکنی. کاملا کنترل شده است. قانون میگه که افزایش قیمت نباید داشته باشه. مثلا صابخونه قلقلکش میاد که مثلا به بهانه بیرونت کنه، ولی کم پیش میاد. اینجا قلقلک اصلا عرفه. مثلا قانون ایران مثلا میگه که تو ازداری فقط 25% اضافه کنی هر سال، ولی معمولا همیشه با تفاهم میرسونم مثلا 50%، چون که واقعا هم 50% رفته بالا. ولی تو آلمان اینجوری نیستش. نجات پرستی. چرا گفتی اوه؟ چون که موضوع خیلی سنگینی هستش تو آلمان. الان هم داره باب میشه. یعنی ما یه حزبی داریم که تو آلمان به عنوان نجات پرست دیده میشه و این حزب الان 20% رأی رو داره. گوبلز یکی از وزیرای خیلی خشن و بدنام هیتلر بودش و آدمای آلمان متنفرن از گوبلز. حتی وقتی که هر از گاهی یک کسی به عنوان شوخی میگه که آلمان هیتلر اتوبانا رو راه انداختهش، در مورد گوبلز هیچ حتی در مورد شوخی هم چیز مثبتی نمیگن. ثبت نام در شهرداری بعد از تغییر محل. تعجب میکنم تو ایران اینو نداریم. الان که پرسیدید به این نتیجه رسیدم، راست میگه اصلا نداریم این موضوع رو. هیچ کسی نمیدونه من کجام و خب این خیلی عجیبه. ولی تو آلمان هستش، باید ثبت نام کنی خودتو هر جایی که زندگی میکنی. اگه 6 ماه اونجایی که ثبت نام شدی نباشی باید ثبت نامتو عوض بکنی. جنبه حقوقی داره. بوروکراسی آلمان خیلی حال میده. واقعا بهتر از ایرانه. بوروکراسی آلمان نامه برات میفرستن خونه. ایران اصلا من صندوق پست ندارم تو ایران. این یک امنیت به آدم میده وقتی که همه چی یک نظمی داره، نامه داره. خیلی خوشحال شدم.